در این ویدیو براتون میگم که چطوری پوست معینزی تبدیل شد به این. عزیزای دلم، تو که در ویدیو قبلی براتون گفتم من به مدت 10 تا 11 سال را اگزما داشتم. وضعیتم خیلی خراب بود. اولا کمک این قسمت پشت چشم را گرفته بود، با مرور زمان زیاد شد. از اینجا که گم شد آمد دین اینجا، کم کم دور لبم این قسمت ها رو گرفت. باز در سالهای 10 و 11 قدر زیاد شده بود که زیر گلونم را کلان گرفته بود. بعضیتان من از دانشگاه کابل میشناسن، شاید دیده باشن که دوران من زیر گلونم وضعش خیلی خراب بود. به خاطر امو عجل گرفتم یک سال را. خدا شکر این حالم خیلی خوبه. حال براتون بگویم که چی رقم شد پوستم این تو پاک شده. عزیزای دل، من تازه که چین آمدم همون ماه اول پوستم بد رقم حساسیت که تمام بدنم، نه تنها صورتم، تمام بدنم را اینمی درماتیت گرفته بود. یک رقم پایایم دستایم پیت کشیده بود. خب باز دکتر رفتم، دکترها تشخیص ندادن. چند تا دکترای دولتی رفتم، چند تا دکترای شخصی رفتم. بالاخره یک تاش مرا گفت که این درمان قطعی نداره، اگر خبر داشته باشی اگزماست. ما گفتم من میفهمم که اگزماست. با گفتن این درمان قطعی نداره، اگر میخوای حالت خوب شوه بهتره که دوای یونانی استفاده کنی. من برشان گفتم من دوای یونانیم زیاد استفاده کردیم. کابل که بودم تمام دکترها رو گشتیم، پاکستان تمام دکترها رو گشتیم، تاریارم گشتیم. خیلی دوا زیاد خوردم، خیلی زیاد، ولی تاثیر نکرده که نکرده. زیاد شده کم نه. با گفتن که اینمی امتحان رو بکو، برش دکتر یونانی چینی، شاید حالت خوب شود. من دیگه صد دل یک دل کده رفتم. یک دونه دکتر خودشان معرفی کردن، رفتم اونجا. تا دکتر مرا دید خودش فهمید مشکل من چیه. زود دوا برام نوشته کرد، گفتی بر 3 ماه تسته، بعد از 3 ماه دوباره بیام چک کنم که حالت چطور شده، خوب شده یا نه. با مرور زمان دیدم کم حالم خوب شد. خدا شکر. عادی 3 ماه حالم خیلی خوب شد. 3 ماه بعد که دوباره رفتم چک کردن، گفتن که نه دیگه تو در دوا لازم نداری بر فعلا، اگر احیانا دوباره وضع پوست خراب شد دوباره بیا. بعد از 2 تا 3 سال حالم خیلی خوب بود. بعضی مواقع پوستم مثل سابق کم میخورید، کم این تو دانگک میزد. بعضی وقتا این قسمت ها را، بعضی وقتا این قسمت های دستم سرخ میشد، بعضی مواقع این قسمت های چشمم. دیگه من خیلی احتیاط میکردم. با من گفته بود که چی باید بخورم چی نخورم. خوابم باید خوب باشه، حداقل 7 ساعت در روز باید بخوابم. دیگه گرد خاک باید دوری کنم، از کسایی که سیگرت میزنن باید دوری کنم که بدتر نشم، خدای نخواسته. دیگه خدا شکر حالم خوب بود. با بعد از امو 2.5 سال 3 سال دوباره یک دفعه وضعم خیلی خراب شد. و قدر خراب شد که دیگه پس دوباره پیش از امو دکتر رفتم. دکتر گفت متاسفانه بیخی اوت کرده، تو خیلی دیر داداری کردی، به خاطر امی گفت من بهتر از این دوا ندارم مگری که تو از این دوا مداوم استفاده کنی تا که سرکوب کده بره. من گفتم نه دیگه باید راه چاره پیدا کنم. بازم از امو یک کمک دوا گرفتم، مجبوری بود. با او زمان رفتم دنبال دکتر گشتم که یک دوای بهتر پیدا کنم. یک جایی هم کار میکردم، یک دانه از اون کسایی که در بخش ریسپشن بود مرا متخصص پوست خود نشان داد و اینی 2 دانه رو برم داد. گفت که یک دانه از زیر، یک دانه از زیر، هر روز صبح در آب داغ انداخته باید بنوشم، یکی را اینمی تو شو. امور اول که شروع کردم خدایا اینقدر زیاد شده بود، تمام درد و بلا. اینمی تو که سرخکان کشیده باشی، اینمی تو کلن روی دلم، روی دستایم سرخ میزد. دیگه ایران مونده بودم خدای چیکار کنم. باز اون زلیکه ریسپشن ما میپرسیدم میشه که دوا تاثیر کرده نکرده، حالت بهتر شده یا نشده. این دفعه که از من پرسید من تا گفتم که نه بابا حالم بهتر که نشده، که هیچ بدتر هم شده. سعی که تمام روی اینطوری شده و دستای من اینطوری، وضعم خیلی خرابه. باز بهش گفتم زلیکه من بازی داده. بیچاره هیچی نگفت. خب با 2 ساعت تر نشد که متخصص پوست دم زنگ زده میره. خدای مثلا کار چرا این زنگ زده میره؟ آخر جواب داد و گفته که در لوسی گفتی که پوستت بدتر شده، من میخوام ببینم. من گفتم خب باش، از کار تعطیل شدم میایم طرف. گفتن خب صحیح است. من رفتم و سعی کردم، من گفت نه این بدتر نشده، این تمام دانه ها و امراض زده بیرون.
این بخیر خوب میشه بعد چند مدت. اینا میتونه دوای خود استفاده کنه. باز من گفت اگه میخوای زودتر خوب شوی، این چیزا زودتر گم شود، دوباره بیشتر کن. از این پیش از هر کدام یک دانه صبح می نوشید، یک دانه شب آل دوتایی کو. اگه دیدی که سرعتش خیلی کنده، بخی 3 تایی کو 4 تایی کو. من گفتم تاثیر بد نداره. گفت نه چه تاثیر بد داره. من 35 ساله که اینمی دوا را بر مردم تجویز میکنم، تاثیر بد نکرده. سر تو تاثیر بد داره. من دل نادل یک رقم دیق بودم، چون دوایم خیلی گران شده بود. خیلی اونمور 4 تایی که کردم در 2 روز حالم خوب شد دیگه. معجزه واری. بعضی وقتا بخی 6 تایی میخوردم که زودتر خوب شدم. دیدم خدا رو شکر حالم روز به روز خوب شدم میره. و از امو خورده رفتم با اونمون دوای که به 45 روز داده بود، من در 15 روز 20 روز تمامش کردم. باز دوباره که پیشش رفتم گفته که باید دیر تمدید کنم مطابق می چند ساله که من این مشکل دارم، باید که حداقل 1.5 سال باید از دوا استفاده کنم. من از امو گپش کردم، اونمون 1.5 سال دوا خوردم، حالم خوب شده بود. ولی وقتی استاپ کردم بعد یک هفته بودم بیرون، خاطفات خوردم، باز یکم حالم پس خراب شد دیگه. دزنیکه که گفتم خندید، گفته هنوز حالت خوب نشده. چون من نتیجه دوار دیده بودم قبلا، دلم خوش گفتم باشه ادامه میتونم، گپی نیست، اگه خوب شوه که هیچی نیست دیگه. وزمو خورده رفتم 6 ماه دیگه حالم خیلی خیلی خوب شد، خیلی خوب شد دیگه. اینال خدا را هزار بار شکر. هر مرضی هر بلایی ده که بخورم هیچ رقم نمیشه. پوستم گوش شیطان کرد. او زمان من وسایل آرایشی که اصلا استفاده کردن نمیتونستم، ولی خدا شکر اینال هر چی بتونم استفاده کنم، ولی خودم احتیاط میکنم که خدای نخواسته یک بار دوباره اونمو مشکلاتی که قبلا داشتم پس نیایم دیگه. اینال عزیزای دل شما، کسایی که اکزما دارن، کسایی که دوست دارن دوای یونانی استفاده کنن، عزیزای دل، فقط اینمی دوا رو میتونین از آمازون، از علی اکسپرس، از هر جا میتونین سفارش بدین. از چین سفارش بدین؟ چون قیمتش ده اینجا مناسب تره نسبت به آمازون و علی اکسپرس، ارزان تره. اگر خواستین از اینجا سفارش بدین ما در خدمتیم. اگر کدام دوست افغان دارین که در چین باشه و برتان سفارش بتن، میتونین از اونا خواهش کنین که برتان سفارش بتن. 10 سال اکزما یک عمر دوستان دیگه. اینا اگه شما خواستین از ما در خدمتیم، ولی اگه خواستین خودتون از علی اکسپرس، از آمازون، از هر جای دیگه سفارش بدیدن، ما آزادین. این عکسش گرفته و برتان سفارش بدین. که من پوستم آماده شد برمی کردم. در ویدیو بعدی میبینم.